در سوره ملک آیت 23 الله تعالی می فرماید بگو ای رسول او ذاتی است که شما را نخستین بار آفرید بعد از آن که چیز نبودید و در عدم یعنی نیستی قرار داشتید و برای شما گوش داد و تا به وسیله آن بشنوید و به شما چشمان داد تا به وسیله آن ببینید و دلها را قرار داد تا به وسیله آنها در مخلوقاتی که الله آفریده است بیندیشید. اما شما ای کافران اندک سپاسگزاری میکنید. در واقع الله سبحانه و تعالی انسان را کامل آفرید با کل اعضا و بدنها، ولی گاهی می شود که ما و دیگران واقعا اندک یعنی کم الله سبحانه و تعالی را سپاس می گویم.